که میخواستم عرض کنم این است خیلی خوب، اگر چنانچه مردم حق دارن خلیفه تعیین کنند، اون خلفایی که مردم در اون زمان انتخاب کردند هیچ ارتباطی با ما نداره. خلیفت الناس بودن. کدوم ناس؟ میگه ما را میگید که ما کسی رو انتخاب نکردیم، اونا را میگید اون خلیفه برای خودشون حجته، اونا حق ندارن که از جانب ما بیان رأی بدن و با آرای خودشون خلیفه انتخاب کنن. بنابراین این مطلب خیلی جالبه، بسیار مطلب مهمی است که اگر خلافت مردمی شد به درد امروز نمیخوره، چون اون مردم رفتن آرای خودشون هم همراه خودشون بردن. یه فکری برای ما باید بکنیم. این یه مطلب. حالا بحث این است که میخوام ببینیم علت این که مردم خلیفت الله و خلیفت النبی را رها کردن و اومدن خلافت الناس رو مطرح کردن چی بود؟